اگه مسی و رونالدو مهاجم نبودن چه بلایی سر فوتبال می اومد؟ تو قسمت اول آفساید میخوایم راجع به این صحبت کنیم که به جز خط حمله مسی و رونالدو تو چه پوزیشنایی میتونستن بازی کنن و اگه مهاجم نبودن تأثیری که امروز روی فوتبال دارن رو بازم داشتن یا نه. هوش مصنوعی یه سری جواب جالب واسمون آماده کرده. مسی اگه مهاجم نبود چی میشد؟ هافک تهاجمی. کجا بازی میکرد؟ احتمالاً بایر مونیخ بین سال 2012 تا 2022. یه ورژن بالغتری میشد نسبت به بازیکنی که توی بارسا پپ بود. پاس گلای بیشتری میداد، گلای کمتری میزد. جای تییاگو و کروس رو توی ترکیب بایرن میگرفت. میشد یه پلی میکر قهار مثل ژاوی با خلاقیت اینیستا، دید دیبروینه و سرعت تییاگو. توی دورانش توی بایر مونیخ بالای 200 تا گل میزد، 600 تا پاس گل میداد، 10 بار قهرمان لیگ میشد، 7 بار دی اف ای پوکال میبرد، 5 بار فاتح چمپیونز لیگ میشد و در آخر هم 2 تا توپ طلا میبرد. اما بریم سراغ رونالدو اگه مهاجم نمیشد چی میشد؟ مدافع مرکزی. کجا بازی میکرد؟ چلسی بین سال 2004 تا 2010. کنار جان تری میشد رهبر خط دفاع چلسی. با چلسی 4 بار فاتح لیگ جزیره میشد، 3 بار CL میبرد. اینجوری که هوش مصنوعی واسمون گفته رونالدو اگه مدافع میشد هیچ وقت توپ طلا نمیبرد. خشونت راموس، هوش مالدینی، سرعت کاناوارو، قدرت بکنباور باعث میشد که رونالدو بشه یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال. نکته جالب دیگه‌ای که ایای بهش اشاره کرد این بود که اگه مسی و رونالدو مهاجم نبودن یه تعداد زیادی از بازیکن‌ها توپ طلا میبردن، مثل نیمار، لواندوفسکی، سوارز، اسنایدر، اینیستا، هالند، تورس، فندایک و خیلی دیگه. حالا که بحثمون داغه میتونیم به سناریوی جذاب دیگه هم بررسی کنیم. اگه رونالدو تو بارسا بود و مسی تو رئال اون موقع چی میشد؟ هوش مصنوعی میگه که اگه رونالدو توی بارسا بود احتمالاً گلای کمتری نسبت به دورانش توی رئال میزد ولی پاس گلای بیشتری میداد. یکی احتمالاً رونالدو توی بارسا دوران موفقی نداشت. با پپ گواردیولا مشکلات شخصی پیدا میکرد. اینطوری میشد که بارسا تیم ضعیف‌تری میشد نسبت به رئال، اونم توی دوران رونالدو. حالا اگه مسی توی رئال بود چی میشد؟ هوش مصنوعی به ما میگه که رئال نسبت به دوران رونالدو تیم قوی‌تری میشد. 7 بار فاتح CL میشدن و مسی 5 بار توپ طلا میبرد. نسبت به دوران بارسا بازیکن بسیار خطرناکتری میشد. به طوری که نظیر تیم رئال مادرید توی دوران مسی هیچ وقت توی تاریخ فوتبال تکرار نمیشد. همه اینا رو گفتیم ولی مسی و رونالدو کیفیت ثابتی دارن که همیشه فوتبال رو به جلوتر برده. اونا حتی اگه مهاجم هم نبودن تو تاریخ فوتبال نقش پررنگی داشتن.